وطن را دوست دارم، سنگ او را، کوه او را دوست دارم، قلب خود را، خانه اندوه او را دوست دارم، این وطن را، خاک او را، ابرهای مست و هیبتناک او را، بر فراز کوهساران آسمان پاک او را. دوست دارم این وطن را، دوست دارم این وطن را، خانه دهقان او را، در بر آزاد کوهستان صدای هی هی چوپان او را. دوست دارم این وطن را، وادی شاداب او را، آمو و مرغاب او را، باد او را، ابر او را، آب او را، رستخیز موج از خود رفتن و گرداب او را، دشت‌های خشک و گرما کشته و بیاب او را دوست دارم، این وطن را. وطن را، باز گردون تاز او را، در نبرد قهر و طوفان آیت اعجاز او را، بر فراز دور دست آسمان پرواز او را، بال بی آواز او را دوست دارم، این وطن را. وطن را، دوست دارم سنگ او را، کوه او را دوست دارم، قلب خود را، خانه اندوه او را دوست دارم، این وطن را. اعضای رزمنده حزب دموکراتیک خلق افغانستان، امروز اعضای سازمان حزبی شهر کابل، عام از زن و مرد، یک بار دیگر میراث کبیر و پر افتخار پدران و نیاکانشان را در دفاع مستقلانه و قهرمانانه وطن عزیز خویش تبارز می‌دهند. سازمان حزبی شهر کابل اشتراک رفیق نجیب الله، منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس جمهور افغانستان، اعضای بیروی سیاسی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان
صدر اعظم، معاونین صدر اعظم، دوستان، رفقای حزبی را در این گرد همایی تاریخی و حماس آفرین صمیمانه شادباش میگوید. اکنون از رفیق عزیز نجیب الله منشی عمومی کمیته مرکزی حزب دموکراتیک خلق افغانستان و رئیس جمهوری افغانستان تقاضا می‌نماییم تا در این اجتماع فراموش ناشدنی که نکات زنده تصمیم قاطع از آرمانهای مردم ما می باشد سخنرانی نمایند. رزمندگان انقلابی حزب دموکراتیک خلق افغانستان، همشهریان کابل، امروز شاهد میتینگ و مارش عظیم و پرشکوه مسلحانه اعضای ملکی حزب دموکراتیک خلق افغانستان هستند. غریو این مارش عظیم و بزرگ پشت تمام دشمنان صلح و آزادی مردم افغانستان را به لرزه در خواهد آورد. سپاس بیکران از شما رزمندگان راه صلح، آزادی و نجات مردم افغانستان، از کادرها و صفوف حزب دموکراتیک خلق افغانستان که یک بار دیگر در این لحظه اساس ولی پر افتخار تاریخی در شرایطی که اوضاع و احوال نظامی و سیاسی پیچیده و بغرنج می گردد، اعضای قهرمان حزب دموکراتیک خلق افغانستان برای نبرد سنگین مرد و زندگی آماده می گردد. حزب ما حزب روزهای دشوار و سرسخت است. ما به یاد می آوریم شهیدان گلگون کفن خیش را که بردانه در برابر شلیک های دشمن سینه های خیش را سپر ننگ شکست ها ساختند و هزاران هزار دیگر راه آنان را، راه مقدسشان را با افتخار، جانبازی و سربلندی با مارش ظفرآفرین به پیش تعقیب می نماید. سپاس عظیم به هر اوضاع، به هر سازمان اولیه که چنین قهرمانان و مبارزان واقعی را در آغوش خود پروردند. بله، حزب ما حزب روزهای دشوار، حزب قهرمانان، حزب شهیدان، حزب مبارزان واقعی، حزب وطن پرستان اصیل است. اینک که وطن یک بار دیگر از بیرون با تجاوز مواجه گردیده است، در پیشاپیش تمام صفوف مبارزان راه آزادی، فرزندان حزب دموکراتیک خلق افغانستان جانبازانه می ایستند و از صلح، از آزادی، از حاکمیت ملی، تمامیت ارضی کشور خیش، وطن خیش و مردم پر افتخار و شرافتمند خیش دفاع می نمایند.